مدینه محمدجانова یک زن جوانی که در یک مناقشه خانوادگی سخت لطوکوب شد بیش از 70 روز است که بیهوش بیاد بستری است. متهمان به آزار و اذیت او تا اول همین ماه بی جوابگری ماندند و فقط بعد مراجعت جامعه شهروندی به رهبران کشور بر ضد او 2 نفر پرونده جنایتی باز کردند. سلام، موضوع برنامه گپ آزاد درباره همین قضیه و هم درباره آن است که چرا در تاجیکستان مقامات انتظامی به قضیه های زورآوری با زن اعتنا نمی کنند و آن را یک مسئله فقط خانوادگی می شمارند. برای صحبت در این باره معظمه قادری و وکیل دفاعی مقیم لهستان و بختیار نصرالله حامی حقوق از ولایت سوخت را دعوت کردیم. هر دوی شما البته درباره پرونده مدینه محمدجانova خبر دارید که فقط پس از مراجعت گروهی از فعالان جمعیتی بر رستم امامعلی رئیس شهر دوشنبه متهمان لطوکوب بیرحمانه او را به جوابگری کشیدند. اول نظریه هر دوی شما را درباره این قضیه می‌خواستم بدانیم. در ابتدا از شما خانم معظمه قادری و شروع می‌کنیم. مرحمت. سلام علیکم، معظمه قادری هستم با شما. البته اویدی قضیه خبر دارم. خیلی که روز 25 اوگوست مدینه محمدجانова رو از روی معلوماتی که به دست من رسیده است و برنامه کردم. مدینه محمدجانova رو از طرف همسر اولی لطفالله دولتوف یا اینکه پرویز دولتوف لطوکوب سخت شدید می شود و طولانی روز درست. بنابر لطوکوب کردن مدینه محمدجانova از طرف عزیزه دولتوف عین حال او معیوب هست و معنی نیست از روی گفته پزشکان معنی سری اون کس عین حال کورنوشویم است و اون کس ملت زیاده اگر خطا نکنم از 70 روز زیاده در حالت کوما قرار دارند و در بالینسه می باشند. البته سر و صدا اوید این مسئله خیلی بلند شد. در اینجا هم فعالان جامعه شهروندی دست داشتند و یعنی که مردم اوید این قضیه خبردار شدند. تنها پس از اون که مردم خبردار شدند سر و صداها بلند شد و اونها پیشنهاد کردند عریضه برای رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی جلسه برگزار می شود سنه 1 اکتبر. تنها پس از اون مقامات های حفظ حقوق یعنی که دادستان و دادگاه و عموما در مقامات حفظ حقوق در جلسه شرکت میکنند و پرونده که فعلا پیشتر آغاز کرده بودند و در طبق طلبات قانونی قطع کردن من معلوم نیست از روی کدام ماده کودکس جنایتی پرونده آغاز کرده. ببینید معظمه خان، درست است درباره این پرونده واقعا ما هم گزارش‌های زیادی پخش کردیم در صفحه رادیو آزادی، ولی چرا تا زمانی که این مردم سر و صدا بلند نکردن مقامات از پی این مسئله نشد و همچنان خاموش ماند؟ این شما گفتید 70 روز و تا امروز ببینید خیلی زیاد وقت میگذرد. چرا؟ شاید اینجا منفیت باشد، از نظر من شاید منفیت باشد، زیرا پدر پرویز دولتوف نیز از روی شنیدم معلوماتی که پیدا کردم یکی از پیشتر کارمندان مقامات باشد یا اینکه بلندپایه باشد. خود پرویز دولتوف نیز یکی از رهبران کلیدی شرکت مگافون است. برای من فکر میکنم برای همین شاید پوره باشد. من اگه گفته نمیتونم که پوره گرفتن با یک آنچه دیگر. من بسیار از این مسئله خیلی ناروشن است. بختیار نصرالله، شما چی میگوید در رابطه با این مسئله؟ یعنی سوال این است که چرا محض بعد از اینکه جامعه کشور سر و صدا بلند کرد بعد مقامات از پی شدند و در مدت 70 روز این مسئله خاموش بود؟ اگر جامعه جهانی صدا بلند نمیکرد، ببخشید جامعه تاجیکستان سر و صدا بلند نمیکرد، شاید این مسئله همچنان خاموش میموند و دیگر پنهان میشد و میگذشت. به این مسئله شما چی میگویید؟ البته اگر جامعه شهروندی به این اهمیت نمیداد و سر و صدا بلند نمیکرد احتمالات این پرونده همیشه خاموش در رفتنش خیلی کلان بود. لیکن اساسی کمبودی رو من در نامکملی سیستم حقوقی خود جمهوری تاجیکستان میبینم که چنین پرونده ها چنین جنایت ها وابستگی دارد با یک یا 2 نفر شخص وکالتدار مقامات حفظ حقوق که کاغذ پر میکنند، قرارهای قبول میکنند، لیکن در همون مقامات حفظ حقوق عموما در سیستم همون نامکملی جای دارد که فعالیت آنها قرارهای قبول کرده آنها پوره ثمرناک سنجیده از نظر گذرانده نمیشود. برای همین چنین حادثه ها شما میتونید یک مثال مشخص بیارید؟ یک مثال مشخص آورده میتونید؟
مثال مشخص همین عینا پرونده خود همین مدینه ای که حاضر گفته ایستادیم که زیاده شخص تا جامعه شهروندی با آن دقت جلب کردن که الکی یکم اکتبر باشه زیاده از 35-40 روز در حالت بیهوشی خواب است، لیکن مقامات حفظی حقوق همون کارمندان شعبه کارهای داخلی، شخصان متصدی شعبه کارهای داخلی ناحیه سینای شهر دوشنبه، مقامات پروکراتوری همون ناحیه این پرونده ها رو روپوش کردن. شاید از سهلنگاری باشه یا خنک نظری باشد یا خیلی که حاضر همصحبت ما معظمه گفتن حالت های فساد جای داشته باشد، همه بیخبر. به نظر شما چرا مفتشانی که حالا از مقامشون برکنار شدن این قضیه را جدی نگرفتن؟ آیا معامله بود یا همون بی‌پروایی به جنگ دو زن یا چیز دیگر؟ کدام بود؟ ما این چیز عینی گفته نمیتونیم، برای که باید که از طرف مقامات حفظ حقوق، مقامات بالای پروکراتور وابسته به فعالیت این مفتشان و شخصان متصدی باید سنجش گذرانده شود و در حالت اگر موجود بودن جنایت باید که پرونده جنایی آغاز کرده شود. لیکن من چنان گمان میکنم که در همه حالت هم در مسئله بحث های عائلوی مقامات های حفظ حقوقی ما شخصای متصدی بسیار هم خنک نظرانه در دیگر حالت ها هم رفتار میکنند و بسیار وقت قرارهای قبول میکنند که غیر قانونی است و بیشتر توصیه میدهند به مراجعت کنندگان که به سود مراجعت کنند. گویا آنها چنین حساب میکنند که این بحث عائلوی است، بحث گرجدلی است. یک نکته را میخواستم تا گذشتن به سوال بعدی برایتان بگویم. یعنی ما مقامات انتظامی تاجیکستان و هم از کمیته زنها دعوت کردیم، نامه رسمی نوشتیم، ولی آنها نه پاسخ دادن نه حاضر شدن به این استودیو، چون که آنها هم باید نظر و فکر و موقعشون باید بیان می‌داشتن. حالا گذاریم به سوال بعدی. در یک گزارش دیدبان حقوق بشر در چند سال پیش حادثه‌های تجاوز زن و باخش به سر زن زدن همسر یا خواهر جمع آورده شده بود. شما در تجربه کاریتون به این گونه حادثه روبرو شده بودید؟ معظم خودی و نظر شما؟ بله، من در تجربه کاری به این حادثه یک چند بار روبرو شده بودم، مخصوصا در قضیه زنها، لطکوب زنها از طرف خانواده، از طرف شوهر یا اینکه خشتبار شوهر. لیکن لطکوب سخت هم میشد، پرونده رو بسیار حالتها شده بود محکم میکردن، یعنی که با عیبدار کنی خصوصی با همین پرونده دیگر یا جریمه یا اینکه محکم میشد میرفت. چون این حالت ها بسیار شده که بود. من حاضر گفتن نمیتونم انیق فلان پرونده فلان بود، لیکن من داشتم چنین پرونده ها. شما به این مسئله روبرو شده بودید در تجربه کارتون؟ اینجا موجود نبودن مکانیزم های حقوقی که همین جنایت ها یا همین کردارها رو پیش بینی میکند در تاجیکستان نیست. اگر به قانونگذاری جمهوری تاجیکستان نظر کنید، فقط یک ماده هست در کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان، ماده 170، دوزنگی یا سرزنگی که برای چنین کردار به مردها البته جوابگری جنایتی را پیش بینی میکند. لیکن اگر به سانکسیه یعنی به جزای آن اهمیت دهید، آنجا فقط اساسا جریمه است، جزای غیر حبسی است. این نقطه نظر در بسیار حالت ها از سبب این رشک، دیگر ناتوان بینی ها، دیگر حالت ها، وقتی که زنها میبینن که اون معمایی که بر سر عائله آنها آمده است روی حل خود را به طریق از طرف سیستم حقوقی دولت نمییابد، مجبور دست به خودسری میزنند، به چنین جنایت ها دست میزنند. شما باری در تجربه کاریتون به این مسئله روبرو شدید که برای دوزنگی یا یک منصبداری های هر نفر دیگر همون مرد به جوابگری کشیده شده باشد؟ بله، هرچند شخصای منصبدار خیلی کم به جوابگری کشیده میشوند، لیکن نسبت مردها البته به جوابگری جنایی کشیده میشوند. لیکن نامکملی قانون رو بینید، سیستم قانون رو بینید که خیلی خود همه ماده 170 را همچون جنایت به مقابل عائله میدونند. لیکن در نتیجه اون مرد رو به جریمه های کلان کشیدن، باز خود همون زن یکم که جبر دیده باید باشد باز خودش ضرر میبینند. و دویم معین کرده نشده است که خیلی بعدی
ادای جزا بعد پرداخت همین جریمه عاقبت این دو عائله چی میشه؟ تمام مردی که با دو زن زندگی میکند مناسبت آنها رو قانون به تنظیم نمیدارد. دیگر معلوم نیست که اون باید چخیل جدا شود، باید با کدام زندگی کند، خوی زن یکم چخیل برقرار کرده می شود. اصلا گیریم مقصد پیشگیری قانون ویرانگونی این برقرار کردن حقوق انسان است، حقوقی که در نتیجه همین جنایت حقوق جلب دیده است، لیکن فقط به جوابگری جنایتی کشیده خزینه دولت جریمه که پر کردن این برقرار کردن همون حقوقی که اعضای همون عائله زن یعنی زن قانونی همون مرد نیست. همین قضیه مدینه که با این برنامه را شروع کردیم به همین مسئله که حال شما گفتید ربط دارد، ربط میگیرد؟ بله اگر معلوماتی که من هم دارم، معلوماتی که از رسانه ها خوندم، برای اینکه من در اون پرونده پیوسته اشتباه نمیکنم، لیکن دیده می شود که جنجال بین همون عزیزه یعنی زن یکمی لطف الله یا پرویز با که لطف کرده است مدینه رو، این در نتیجه رشک است که گویا وای همزیست یا که عائله زن دویمی هم پرویز باشد. در این فرصت برنامه همراه با شما نظری چندی از ساکنان خوجند را میبینیم که درباره بدرفتاری با زن در خانواده ها در تاجیکستان گپ میزنند. توجه میکنیم، بعد به برنامه ادامه میدیم. مرحمت. زن است، زن پدر و مادر و فرزند و خواهر و اپای و همین عوض میکند. زن نزدیکتر همون با ممکن نیست اینقدر زدن زنک سر بر این زدن، کلاش بر زدن، شتقتی زدن، این یک حیوانگری این. به گپ شوهر گوش کنه، آخه زن نمیزنه، شوهر نمیزنه. به گپش گوش کنه، گپش رد میکنه، یکم وقت نمیزنه. زن اصلاش زدن ممکنه، همین قاعده به مسلمانی ما بیام همین بایبا قرآن به نزدیکی زن وحشه زدن در کنه. وای با فقط گپی نغز میزنید که زنک همون وای کنه برای پیش و برد، زیباگی خونش نشان میده، زیباگی آزادگی خونش نشان، هم با مردکش هم مهربانی نفس کنه. از این زمان شده است که چه مرد زنها بسیار در کار کرده است. چی باید کرد که همین ظلم و ستم نسبت زن در جامعه ما کم کرده شود؟ زمان هم خیلی شده چون فرزند وقتی که کلا می شود می بیند که پدرش به مادرش چه معامله می کند، خواهرش به برادرش، برادرش به خواهرش، از اینها هم می گیرن. اینا که من عنیق ندونم میگه آره همین چند قرآن من میدونستگیم زن باید چی خیر که نباشد مردش حرمت کند، یعنی چی که نباشد مردش بلندتر، قانونی حاضر و برابر و قرآنی و گفتگینده بلندتر ده. یا دیگر فهمیشی نشده. الان میگه که تو خانداسی چی بیاره خانداسی یا تو کارکردی چی بیاره که نشود. گویا تو راست پسر نشه خانم. بعضی دخترها که درآمدگی دانشگاه به میخواند به وقت بیا. معظم خان، نظر شما در رابطه با این فکرهایی که ساکنان عادی نقل کردن چی است؟ چی نظر دارید؟ خوب گوش کردیم. این البته فکر و نظر هر یک انسان حقوق دارد، لیکن در اینجا این رو ببینین که اکثرا مردها گفته ایستادند که زن باید گوش کند، زن در اون وقت یعنی زن رو لطکوب کرده نمی شود، لطکوب نمی کنند. من به این عموما راضی نیستم، به اون فکر نظری مردانی که چنین نظر دارن من عموما راضی نیستم. عموما انسان رو لطکوب کردن، اذیت دادن این خود علکه ممکن است، این خود علکه جنایت است. درست؟ نه از روی قرآن گوییم، نه از روی دیگر چه بریم ممکن نیست. من دستگیری کردن نمیتونم که زن رو لطکوب کنن، از او به عقوبت زن. او زن این لایحه نازک است، مادر است، خواهر است. من عقلی من قبول کردن نمیتونه. چطور ممکن است یک انسان رو لطکوب کردن در اون وقت که اون با زن هست؟ تشکر. بختیار جان، نظر شما چی است؟ بله، شما راضی هستید با حرفای معظم خان؟ نه، با حرفای معظم خان راضی هستم. البته من همین اگر دقت دهید اکثریت همون پرسیده شدگان
مردها میگویند که زن باید که توبه باشد، احترام کند. این انمی استریوتیپ های عنعنوی ما است. این یک عقیده های شخص شده مانده است که با یگان قانون یا که یگان عرف و عادت های ملی و طلبات های دینی درست نمیبیاد. لیکن به دیگر چیز دقت دید، همین پرسیدشتگان چگونه عقیده ای که دارن، اینها نماینده جامعه ما هست، نماینده مردم ما هم. اما اکثری نظامیان یعنی کارمندان کارهای داخلی که نزاعی بین اویلوی چنین قانون ویرانکنی ها رو بررسی میکنن، عیناً چنین استریوتیپ ها دارن و وقتی که مراجعت میشد میگن که تو باید به خانه شینی، به گپ شوهرت گوش کنی، بر کوچه نبروی، دیگر با این راه پرابلم حل کردنی میشوند و نه همین سبب قبول قرارهای غیر قانونی از طرف انو کارمندای تفتیشاتی مقامات حفظی حقوق میگردن و در نتیجه همون زنها وقتی که بر کوچه سربسته گرفتار میشوند بس یا به خود دست به خود سری بزنن، چطوری که من عزیزه حاضر رفت تو مدینه رو زیر لطکوب و عذاب و قبر قرار داد، یا اگر زورشان نرسد دست به خودکشی یا به دیگر عاقبت‌های وزنی میزنن. و شاید خودی شما در گرد و اطراف و یا خانه همسایه یا خیش دوره شاهد شده باشد که زنی با شوهر دعوا میکند، با لط و کوب زن و قهر کردن او آمدن به خانه والدین می انجامد. چرا باز بعد مدت این زن به نزد همون شوهر بدرفتار برمیگردد؟ به این شما چی میگویید؟ بله، من همون استریوتیپ هایی که حاضر همون پرسیدید، یعنی وقتی که زن از عذاب و شکنجه زوراوران یعنی شوهر یا خشکامه یا دیگر گریخته به خانه پدر برد، تمام اطرافیان از جمله خود اهل عائله همون زن هم خود زن گناهکار میکند که تو باید وزنی میشدی، تو باید طاقت میکردی. عیناً همون چیز است، باید که رو طاقت کن، وزنی شد، 2 فرزنددار میشه، 3 فرزنددار میشه، اولاد خوب میشه، سبکپایی نکن، سبکی نکن. گفته حد در جامعه، حتی در محل خانه اکثری کارمندای محل خانه همچون شهروند، همچون ساکن تاجیکستان، همچون متخصصی که من در همین ساحه 15 سال محض برای حمایت حقوق زن فعالیت میکنم، وقتی که در محل خانه ها میریم با نماینده های کمیته زن ها در جماعت ها محل خانه ها میریم، روی حلش وقتی مصلحت میکنیم، آنها میگن که زن رو نصیحت کردن در کار که طاقت کند، وزن کند، اهل عائله شوهرش حرمت کند. حالت هایی هست که مثلا حتی بعد از همین گونه یک جنگ های خانوادگی و مناقشه ها باز زن یا صبر میکند یا چیزی دیگر که باز به سراغ شوهرش میرد. خانم معظمه خان، شما به این مسئله چی میگویید؟ نه تنها رئیسان کمیته محل بلکه خود اهل عائله همون زن که پیشتر آمده است، یعنی که لطکوب شده است آمده است، اونها مجبور میکنند یا اینکه نصیحت میکنند که وای زنها باید برگشته روند، تحمل کنند همه چی که گذشته است. یعنی ببینید، یعنی خود زنها نصیحت میکنند، راهنمایی میکنند که نه برگرد و به خانه رو، حتی به اندازه صرف نظر از آن که چقدر تأخیر دیده است. اینو میخواستم از شما. نو بسته از این زنها میروند با مجبور بسیار وقت به خودکشی دست میزنند. ما بسیار مشاهده کرده ایستادیم. چون این حالت ها سالهای آخر در تاجیکستان خیلی بسیار است که زنها به خودکشی دست داده ایستادند. نه تنها به خودکشی خودشون، حتی همراه کودکانشون خودشون به دریا میاندازند، به آتش میزنند. بله، حالا بیاید به سوال بعدیمون برگردیم. آیا در تجربه کاریتون از حق زنان زندیده حمایت کردید؟ نتیجهش چی بود؟ لطفاً فقط کوتاه میگفتید، خواهش میکنم. معظمه خان، مرحبا. بله، در من داشتم چنین زن، لیکن یگان نتیجه خوب نداده بود. شوهر و تمام فقط با جریمه خلاص شد، تمام. و بعدا پس از 6 ماه بود اگر خطا نکنم یا اینکه 8 ماه بود، باز برگشت رفت، زیرا شرایط اقتصادی و زن خیلی پست بود. و زن مجبور شد که باز به نزد شوهرش، خیلی که شما پیشتر گفتید گفته رود، در همونجا زندگی کند و تمام وضعیت زندگی رو به دوش خود گرفته، زندگی خود رو دوام داد با همون شوهری که معنیش رو تکوب میکرد. تاجیکستان چند پیش اعلان کرد که در کودکس جنایی زوراوری در عائله را همچون جنایت وارد میکنند و برای آن جزا مقرر میشوند. به نظر شما این جزا میتواند زوراوری بر ضد زن را در تاجیکستان از بین ببرد؟ بختیار، شما.
من عینا در مسئله سوال یکمتون که آیا حمایت کردیم یا نه، از سال 2004 است که ما با سازمان امنیت همکاری اروپا لایحه داریم آید پیشگیری زوراوری در اویله و وظیفه ما عینا در دایره همین لایحه هم فقط رساندن کمک‌های حقوقی و روانی پسیکولوژی رایگان به جبریدگان زوراوری اویلوی است که 80% چنین جبریدگان این زنها می باشند و البته این یکی از طلباتایی که جامعه شهروندی همچون جامعه جهانی برای در عمل تطبیق کردن کنونسی سازمان ملل متحد درباره پیشگیری تبعیض نسبت زنان از این کریمینالیزاسیون یعنی جنایت اعتراف کردن زوراوری خانوادگی است و برای این البته نهادهای دولتی نهادهای حکومتی کار کرده ایستادند و مقصد هم از جنایت اعتراف کردن زوراوری خانوادگی در آن است که هرچه در جامعه ما زوراوری نسبت زنها کمتر شود. یعنی که جاری کردن جزا میتواند پیش این مسئله رو بگیرد به نظر شما؟ مساعدت کند برای کمتر شدن چنین جنایت ها و چنین زوراوری های خانوادگی. معظم خان نظر شما چه است؟ مرحبا. نامکملی شاید مساعدت کند لیکن نه اونقدر زیرا این رو ببینن که بسیار قانون ما بسیار خوب است، بسیار پیشگیری جنایت رو میکند، لیکن در اینجا ماده 170 هم داریم برای دوزنگی این حال رعایت کرده نشده ایستاده است. من فکر دارم که این ماده که از یک جهت خوب است لیکن کم کمک میکند. بله تشکر و حالا میرسیم به خواهش میکنم ماده 170 در عمل گیره مگر البته دوزنگی و سیرزنگی را همچون جنایت اعتراف کرده است، لیکن وای این ماده معماهای جدی خود دارد، مشکلات خودش دارد. پیش از همه در خصوص معین کردن دوزنگی و سیرزنگی یعنی دیسپوزیسی این ماده مشکلی است که میگه با دو زن یا زیاده از دو زن زیستی کردن با خواجگیداری عمومی. خواجگیداری عمومی این چیز در یگان قانون معین کردن نشده است و اگر دقت دید به سانکسیه همین ماده 170 اونجا پیش بینی کرده است جریمه یا کارهای اصلاحی و وقتی که اون مرد رو جریمه میکنید باز کی ضرر میبیند؟ با همه اهل اویله یعنی خود جبریده ها. راهی با ثمری ریشه‌کن کردن زوراوری به زن در تاجیکستان کدام است؟ خیلی کوتاه خواهش میکنم. اول خانم معظم خانم مرحمت شما شروع کنید. بسیار مشکل است، حتی نمیدونم از چی سر کنم. چی است؟ البته جامعه شهروندی که حالا به قضیه مدینه محمد جانова دخالت کردن و اینجا مقامات‌های حفظ حقوق، نه تنها مقامات‌های حفظ حقوق، رئیس شهر دوشنبه توجه کرد، خود مردم باید پیشگیری نماید، استریوتیپ باید دیگر شود. تشکر. فعالان جامعه شهروندی باید بسیارتر توجه نمایند به چنین مسئله ها. فکر من چنین است. منظورتون کدام استریوتیپ است؟ مثلا شما چی گفتنی هستید؟ استریوتیپی که پیشتر همکاسب من گفته گذاشتن این در چی خود مردم ما جا شده است. در فکر و اندیشه خود مردم ما جا شده است. عرف و عادت‌های عنعنوی اویله‌داری ما در اساس عقیده‌های شخص شده مانده طبیعت زن به مرد ساخته شده است. بله بختیار جان وابسته به همین سوال نظر شما چی است؟ خیلی کوتاه مختصر مرحمت. من چنین گمان میکنم که البته باید قانونگذاری ها مکمل گردن پیش از همه به قانون های نو قبول کرده شدن، قانون ها به دیگر قانون های عمل کننده تغییرات های جدی وارد کردن در کار و همچنین اصلاحات سیستم حقوقی جمهوری تاجیکستان باید با نظر داشت پیشگیری زوراوری خانوادگی عموما برابر حقوقی مرد و زن و دیگر حالت ها و به عمل برآورده شود و من چنان گمان میکنم که باید که در نهادهای وزارت کارهای داخلی، شعبه‌های کارهای داخلی، ریاست کارهای داخلی، شعبه‌های مخصوص اویدی حل مسئله‌های
جنایت ها نسبت اویل قانون ویران کنی ها نسبت اویل باشد. باید که برنامه مخصوص دولتی در همین نهادهای حفظ حقوق تیار کردن متخصصانه که مسئله چنین زوراوری های در اویل میشده رو بررسی کرده میتوان. باید که برنامه ها قبول کرده شده، اون برنامه به سامان به اجرا رسانده شود و در هر شعبه های کارهای داخلی مقامات پروکراتور شعبه های مخصوص در همین ساحه فعالیت کنند و متخصصان در آنجا کار کنند. خواهش میکنم. چنین نیست. اون شعبه هایی که عین حال پیشتر هم بودن، عین حال هم هستن، لیکن از اونها یگان فایده نیست. باید مردم خود در این توجه کند. از اون البته تشکیل میکنن این خیلی که قانون چه خیلی که ماده ها قانون هست، در حقیقت هست، لیکن در عمل اجرا نمیشود. شما چیزی که گفتید همکسب محترم، اون همش بو میمونن در روی انای کاغذ میمونن، اجرا نمیشود. باید اجرا کرده شود. من فکر شما که روزی اگر امروز در تاجیکستان باشه، در تاجیکستان اگر اهمیت دیم در چند شهر شعبه های کارهای داخلی همه یک چند تا نه 10% یا 20% شعبه کارهای داخلی چنین شعبه‌های خردکک عمل میکنند که در آن هم یک متخصص کار میکند. آن متخصص یا اکار میرد، آن اساسا فعالیتشان درست به راه مانده نشده است. بنابراین من در نظر دارم که این چیزها باید که نه برای فقط یک گالش که همین چی موندن، بلکه عملا باید توجهی البته مردم جامعه شهروندی به این نمیشه، لیکن مقامات های دولتی اصلاحات هایی که در سیستم حقوقی در مقامات های حفظ حقوق گذرانده میشد با نظر داشته همین مسئله ها گذرانده شد که این شعبه های فعال باشد و باید که این برای مقامات های حفظ حقوق سمت های افضلیتناک وقتی که هر سال مقامات های حفظ حقوق جمهوری تاجیکستان فعالیت میکنند، هر سال از طرف راهبری شخصان یکمش سمت های افضلیتناک برای همون کارمندان قبول کرده می شود. لیکن ما یگان بار نمی بینیم که مسئله پیشگیری جنایت در اویله سمت افضلیتناک مقامات ها باشد. همکسب عزیز، اگر هم بخشش یک دقیقه دیگر، همکسب عزیز، اگر گفتگوی شما بسیار خوب گفتن، همش خوب است، لیکن اگر در قضیه مدینه محمدجانова گیریم باید خود مقامات میکرد. باید که رستم اماملی نه سود میشد نه پروکرور میشد دخالت نمیکرد. خود مقامات های حفظ حقوق خیلی که با پیشتر گفتن باید میکردن. در نظر دارید اصلاحات باید باشد در مقامات های حفظ حقوق. این چیزا دیگر چی نماند؟ نه تنها در مقامات های حفظ حقوق، نه تنها در عموم کلا باید اصلاحات شود. در بسیار سوال باید اصلاحات دیده شود. واقعا رستم اماملی یا اینکه با دیگر نفری که بلندپایه هستن اونها دخالت کنند بعدا قضیه مردم دیده شود. تشکر. این واقعا موضوع پربحث است. بله واقعا موضوع پربحث است. ما در آینده به این موضوع برمیگردیم و حالا تشکر به دوی شما. برنامه گپ آزاد اینجا به پایان رسید. مهمانان برنامه معظم قادری و وکیل دفاع مقیم لهستان و بختیار نصرالله حامی حقوق بودند. تشکر از همراهیتان. یادتان نرود که نظر و پیشنهادات خود را به ما فرستید. من میرزا نبی خالقزاد بودم که برنامه را پیش میبردم. خدا نگهداری شما. تشکر. سلامت باشید.